اسفندیاری، چرا میخوای استخدام شی؟ کجا؟ هلدینگ ثابتون. من قبلا رزومه‌مو برای هلدینگ ریزآبادی هم فرستاده بودم، ولی خب اونجا زیاد آدم کشته میشد. اینجا هم ما آدم کشتیم. اینجا شما یه نفر رو کشتین، اونم حقش بود. ولی سفر خارج داشت. آره خب نروژ و دبی و اینا حیف باشه. به نظرت اینجا چند نفر MBA دارن؟ تو هلدینگ ثابت؟ کل شهر رو میگم. تقریبا همه. آفرین. و با این روندی که داره پیش میره تا چند ماه آینده دیگه کارمندی وجود نداره، همه مدیرن. با توجه به جمعیت تهران تقریبا تا 1.5 ماه دیگه. طرحت رو کاغذ خیلی قشنگه. ما امروز چند تا سوخاری کیلویی داریم؟ تو استان تهران؟ شهر تهران میگم. ما تو شهر تهران به ازای هر 3 تا بیکری 2 تا سوخاری کیلویی داریم و به ازای هر 2 سوخاری کیلویی 1 عطاری. آفرین، طرحت خیلی قشنگ شد. رو کاغذ؟ تو وایت بورد. برای ساخت یه هتل 1300 میلیارد هزینه میکنیم. چجوری باید بازگشت سرمایه داشته باشیم؟ از مهمونایی که قراره بیان تو هتل نباید مبلغی دریافت بشه. طرحت عالیه. رو کاغذ؟ رو لپتاپ. شما خیلی باهوشین. برای استخدام فقط باید طلاق بگیریم. رو کاغذ؟ تو محضر. چرا باید طلاق بگیرم؟ به خاطر اینکه ما نخبه مجرد نداریم تو ایران. حقوقو هر ماه پرداخت خیلی 6 می‌کنی. ماه بار اونم تازه حقوق میدیم. بیمه چطور؟ بیمت میکنیم ولی به خاطر 6 ماه بار حقوق 20 تومن زندگی تو از هم میپاشه. مرخصی چطور؟ مرخصی که نداریم. همسر سابقت هم باید بعد طلاق بیا شرکت رو تی بکشه. شرط کاری خیلی عجیبه.